هاشم جروشه تا اول ماه می اینجا سرتراشخانه داشت. در جنگ 11 روزه بین اسرائیل و فلسطینیان که روز 10 می برخاست، جای کارش به ویرانه تبدیل یافت. به من زنگ زده گفتند فوراً و در 5 دقیقه جای کار را خالی کنم. البته برای حفظ جانمان ما زود گریختیم. سرتراشخانه هاشم جروشه در شهر غزه در نتیجه ضربه هواپیماهای اسرائیلی محو شد. میگوید که گویا آسمان به سرش افتاد چون از یگانه جای کار و درآمدش محروم شد. بعد ویران شدن اینجا دیگر جای برای ادامه کسب و کار و شغل دوست داشتم نداشتم. این سرتراشخانه وسیله معاش و درآمد برای خانواده‌ام بود. در جنگ بین اسرائیل و گروه‌های مسلح فلسطینیان نه تنها جای کاری هاشم جروشه بلکه انشاءات زیادی دیگر در این محله کم بضاعت ویران شد. در غزه 232 نفر و در اسرائیل 12 کس کشته شدند. از بس که هاشم جروشه منبع دیگری درآمد ندارد به همین جای کارش برگشت. با یک کرسی، میز و آینه خواستم کارم را در اینجا ادامه دهم و جای کارم را برقرار کنم. مثل پیشینه سازم یا بهتر از آن کنم. انشالله کارم را ادامه می دهم. میزاجانش هم عزم دارند که به هاشم جروشه در برقرار کردن جای کارش کمک کنند. ما همچنان به اینجا می آییم. فرق ندارد ویران است یا نه. جنگ بین اسرائیل و فلسطینیان روز 21 می با سازش آتش بس به پایان رسید. چند کشور جهان از جمله قطر و مصر و امریکا وعده دادند که در برقراری غزه کمک میکنند. حالا معلوم نیست با این کمک ها سرتراشخانه هاشم جروشه را هم برقرار میکنند یا نه.